ما افغان‌ها هم عجب نسلی هستیم. از عجب سرزمین برخاسته ایم. افغانستان از دیگر. مکتب را در مسجد می‌خوانیم، نماز را در سینما. شراب را در بوتل آب می‌خوریم، دختر بازی را در قبرستان می‌کنیم. موتروانی در وسط شهر یاد می‌گیریم. وقتی به سالنگ و پغمان چکر می‌رویم، نکتایی می‌بندیم. اما در جلسه دیپلماتیک با چپلک می‌رویم. عکس پروفایل ما یا الله هست، اما انسان‌های بی‌حیای مثل سونی جانی سنس و میا خلیفه را فالو می‌کنیم. در کامنت به دختران توصیه می‌کنیم که حجابت را کامل کن، اما در مسنجر برایش عکس چتیات، مزخرفات و دورس اخلاق خود می‌فرستیم. وقتی مرده‌دار هستیم توقع داریم فقیرترینا برای مرده ما قبر بکنن، اما وقتی عروسی داریم آدمای پولدار در صدر مجلس خود می‌نشانیم. یک زن داریم با 8 دختر دیگر رابطه مخفی، اما در استوری متن می‌نویسیم تنهایی در بگیری. به زن و دختر دیگران عذر می‌کنیم که در چوکی پیش رو بنشیند، اما سر زن خود پتکه می‌کنیم که در چوکی پشت سر بنشیند و شیشه را پایان نکنه تا صورت شکست نبینه. تازه از شکست نفسی خودمان را مردم شریف افغانستان خطاب می‌کنیم. واه که چه شریفیم ما.